این افسران پلیس روسیه در یکی از انبارهای میوه و سبزوات در شهر مسکو با بهانه جستجوی به گفتهشان اکای صبور صدها مهاجر را لطوکوب میکنند و اذیت میدهند. وزارت کارهای داخلی روسیه هفته روان از انجام عملیات نیلگال 2024 گزارش داد، اما به نظر می رسد که رید نیروهای امنیتی همراه نمایندگان حرکت ملت گرایانه روس که آپشین یا جمعیت روس‌ها همانا در شهر و ناحیه‌های این کشور ادامه دارد. مهاجران کاری میگویند تفتیش در خوابگاه‌های آنها در پایتخت روسیه به طور گسترده و با یک بیرحمی مخصوص گذرانده می شود. از جمله در عکس و نوارهایی که دسترس رادیوی آزاد شد در بدن مهاجران تاجیک آثار کلتک‌کاری و لطوکوب دیده می شود. نمیدونیم چیکار کنیم. Документу 100% регистрация гражданства у домой гражданства до як аз дасткори хова бе ҳичи рост омадан дар омадан оружиё хади парон кадан тарсондан одаморо рост омадан задан рафтан. این هم در حالی است که به گفته جبر دیده ها همه سندهای بود و باش و کار آنها در روسیه قانونی بوده، برخی هم شهروندی این کشور را گرفتند. به نقل یکی از مصاحبان ما، رید در نصف شب آغاز یافته مهاجران را تا نصف روزی با شکم در روی فرش خوابانده و اجازت بلند شدن را ندادند. فشار به مهاجران کاری به خصوص شهروندان تاجیکستان در روسیه بعد حمله به تالار کنسرتی کراکوس بیشتر شد. حالا بازداشت و حبس، اخراج و استرداد و حالتهای فراوان پایمال کنی حقوق انسان از مشکلات رقمی که مهاجران تاجیک در روسیه است. رئیس دومای دولتی روسیه روز سه‌شنبه در تلگرام نوشت که از آغاز سال 2024 در این کشور 13 قانون محدود کننده مربوط به مهاجران قبول کرده شده است. در این بین روز 14 نوامبر ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه در ملاقات با لیانید سلوتسکی رهبر حزب لیبرال دموکرات روسیه راههای خلاص شدن از مهاجران به گفته آنها به کسب را مطرح کرد. البته مردم سوالهای دشوار از جمله مسئله مهاجران مهنتی را به میان میگذارند. ما با تشبث برآمدیم که آن را اکثر وکیلان از حزب روسیه واحد و دیگر همکارانمان دستگیری کردند، یعنی به مهاجران به اختصاص آوردن عائله‌های بزرگ خود منع کرده شود تا که منبع تشنج اجتماعی، نوبت‌پایی در درمانگاه، رفتار دشوار کودکان مهاجر در مکتب‌ها و دیگر چیزهایی که با عرف و عادت‌های ما و پایه‌های جامعه ما موافقت نمی‌کنند وجود نداشته باشد. به نوشته پایگاه خبری وجن استوری در 6 ماه سال جاری دادگاه‌های روسیه حکم راندن 86,000 مهاجر را صادر کردند. این از آمار سال 2022 بیشتر است. طبق اطلاع رسمی در نیمه اول سال جاری 17,000 شهروند هموطنان عزیز و همدیاران، همطوری که شما دیدید همدیاران و هموطنان عزیز و گرامی قدرم، متاسفانه حکومت فدراسیون روسیه خیلی بی‌رحمانه نسبت مهاجران مهنتی ما در فدراسیون روسیه برخورد میکند و یک از این برخوردها همینطوری که شما عین حال دیدید این همین بی‌رحمانه‌ای است که مهاجران مهنتی را از جای کاریشان میان به بهانه‌های گوناگون دستگیر میکنن و بی‌رحمانه آنها را چیکار میکنن؟ لط میکنن. بی‌رحمانه. شما همینطوری که در عکس میبینید این جوان هیچ کار نکرده است. این جوان را چیکار کردن؟ دستش را زدن. حتی میگوید که اکثری کسانی که در اینجا بودن شهروندی روسیه هم داشتن، به قیدی رفته بودن، پتن داشتن، مالیات میسپاریدن. علاوه بر همه همین چیکار کردن؟ اینها را میآیند لط و کوب میکنن، فشار میارن و دستگیر میکنن، پشت پنجره میبرن و هزار تهمت دیگر نسبتشان میزنند. شما ببینید شأن و شرف ملت در کجا قرار بگیرد که یک انسان جرأت پیدا کند بیاد به تو چنین مراجعت کند، تا چنین حالت را نسبت تو بیاید. اگر یک کشور قانونمندی وجود داشته باشد حالت مردم تاجیکستان چنین قرار خواهد گرفت؟ آیا میتواند یک کشور، یک حکمران، یک پلیس به یک شهروندی که شخصیت دارد، حکومت دارد، در اونجا از او دفاع کرده می شود چنین برخورد کند؟ اگر امروز سفارت ما کار میکرد چنین برخوردها نسبت شهروندان ما صورت میگیرید. در همین نیم سال گذشته این همین 6 ماه اخیر 86,000
نفر از تاجیکستان دپورتاسیون کرده شدند. آنها را همش دستگیر کردن، لطکوب کردن، در ذلت قرار کردن، شان و شرف آنها را پس زدن، بعد چیکار کردن؟ آنها را دپورتاسیون کردن. همونطور که شما در عکس میبینین اینها دستای این شهروندان تاجیکستان هستند. همونطور که شما در عکس این پشت اینها را بیکار آمدن لطکوب کردن. نخو شهروند تا اینجا قرار بگیرد که پاسپورت هم داشته باشد، پرویسکر هم داشته باشد، پتن هم داشته باشد، باز هم از جانب پلیس لطکوب کرده شود. ولی مقامات ما چیکار کنند؟ خاموشی را اختیار کنند، حرفی نزنند. همین نماینده تاجیکستان سفیر در فدراسیون روسیه چیکار میکند؟ گو میخورد در اونجا مگر؟ برای چی معاش میگیرد؟ کارمندان معاون سفیر، کارمندان سفارت شما شرم نمیکنید؟ کار شما در فدراسیون روسیه برای چی است؟ شما هدفتان حفاظت مردم نیست مگر؟ کاری میکنه که در برنامه‌های بعدی ما شما را زنگ بزنیم و آبرو و شأن شرف شما را پس کنیم دیگر. در صورت تکرار چنین کارها ما امروز مبارزه معین و مشخص در مقابل حکومت قرار دادیم و بخش‌های معین چیکار نمی‌کنیم؟ دست درازی نمی‌کنیم، فقط حاکمیت است. در صورت ادامه چنین کار ما با حاکمیت این با شاخه‌های معین حکومت هم دخالت خواهیم کرد، مخصوصا با سفارت‌ها، با سفارت‌هایی که برای جشن گرفتن روز پرزیدنت آماده هستید. چیکار کنید؟ مردم رو جمع کنید. همین روزی 16 در آلمان سفیری بسیار بدصفت توانست یک روزی فرهنگی را به گفت خودش تجلیل کند و در اونجا جشن بگیرد به مناسبت روز پرزیدنت. ولی چرا آماده نیستید از حقوق مهاجرین مهنتی دفاع کنید؟ همین ستارزاده در روسیه 10-12 سال سفیر بود. حالا یک نفر دیگر موندن، اون با بدنامی چیکار میکند؟ از حقوق مهاجرین مهنتی دفاع نمیکند، آبروی مهاجرین مهنتی را میبرد. با یک بیانیه نشر کردن که به فدراسیون روسیه سفر نکنید، این راه حل نیست. باید جایگزین فدراسیون روسیه را برای مهاجران مهنتی پیدا کرد. باید راه پیدا کرد که این مهاجران تحصیل کنند، برایشان شغل باید ایجاد کرد، برایشان علم باید آموخت، آنها را باید کسب آموخت تا اینکه اینا بتوانند برای در یک جا کار کنند. برایشان کشور را معرفی کرد، برایشان زبان باید آموزان که رفتید فلان کشور باید فلان زبان را بدانید. پیش از رفتن برای اینو کس زبان، معرفت، فرهنگ اون کشور آموخت تا اینکه در اونجا ران در ذلت قرار نگیرند. ولی میبینیم که هیچ نفر با آبروی مهاجر، با آبروی شهروند تاجیکستان چیکار نمیکند؟ دفاع نمیکند، تلاش نمیکند، کمک نمیکند. فقط برای پس زدن شأن و شرف ملت تاجیک همه برنامه‌ها و نقشه‌ها کشیده شده است. اینش مشکلات اصلی مهاجران مهنتی ما. امروز روزی رسیده است که روزی مهاجر را اعلان نماییم و روزی 16 نوامبر همچون روزی مهاجر تعیین کرده شود، نه روزی پرزیدنت. اول برای ما مقدستر روزی مهاجر است، چون مهاجر نامدار این تاجیکستان است، مهاجر پایدار این کشور و این ملت است، مقدسات این ملت است. چون امروز مادر تاجیک از نانی همین، از مال همین مهاجر میخورد. باید به قدر آبروی این مهاجر رسید. اول مهاجر را باید احترام کرد، بعد پرزیدنت کشور را. پرزیدنت کشور قدری هم مهاجر را ندارد، وزیر و کبیر این کشور قدر یک مهاجر مهنتی را ندارد. اون را ببینه در چه ذلت قرار دارد. توف بر همه اشخاص بود که از همین گونه حاکمیت، از همین گونه اشخاص، از همین گونه کسایی که برای پس زدن شأن شرف ملت تاجیک، مردم تاجیکستان کوشش میکنند، با آنها کمکی میکنند و از آنها طرفداری میکنند. بیایید لطفاً دفاع کنیم از حقوق هر مهاجر، هر شهروند تاجیکستان که در هر جای قرار نمیگیرد. این چه حال است؟ این حال رو برای ما کی آور رسان؟ روزی پرزیدنت، روزی کدو، روزی انگور، روزی فلان و بیسمدان. بیایید اکنون یک روز را برای خودمون معین کنیم. ما طول 10-12 سالی 30 سال از سالی اگر از سالی 94 بعد از جنگ اگر که بگیریم 92 تا امسال ما از 30 سال زیاد میشود مهاجر داریم در فدراسیون روسیه. چرا باید یک روز برای ما تعیین نکنیم؟ تعیین نکنند. اگر اونها تعیین نمیکنن پس خودمون تعیین میکنیم. بیایید زندگی خود را به دست خود بگیریم و کوشش تلاش کنیم از حق یکدیگر دفاع کنیم. وگرنه مطمئن باشید که هم آبرو و هم شأن شرفتان زیر سوال میرود.